آدم را لباس زیبا نمی کند و زیبایی در لباس نوم نیست. زیباترین آرایش برای لبان شما راستگویی است. اگر شما راست قول و راستگو باشید، باوری دارم تمام خویش و دوستان، نزدیکان، حتی همسایگان و همقشتکان شما را دوست می دارند و نزد آنها شما قدر پیدا می کنید. و زیباترین آرایش برای چشمان شما شرم و حیا است و چشمان شما شرم و حیا داشته باشد و پرهیزکار باشد. باوری دارم این چشم ها شما را شخصیت بزرگ می سازد. زیباترین آرایش برای دستان شما بخشش است. اگر شما بخشاینده و مهربان باشید، اون وقت نزدیکانتان با شما چنان رفتاری میکنند آن گونه ای که شما با آنها رفتار میکنید. زیباترین آرایش برای دل پاک شما دعا است. همیشه در همه حالت در حق یکدیگر، در حق دوستان، نزدیکان، در حق کلی غریبان، در حق بیماران، یتیمان و محتاجان و نیازمندان و غریبان و در حق بنده دعاگو باشید.